با مقصد ترغیب طرز حیات سالم خصوصیت عمومی پیدا کردن ورزش دریافت ورزشکاران لایق‌مند به این وسیله مستحکم کردن دوستی میان جوانان کشور و احیای عنعنه‌های ملی در روزهای استقبال از جشن نوروز در دهات دانه شهر کلوب با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی در همکاری با بخش جوانان و ورزش با سهم صاحبکار وطنی دولت سراج و مسابقه عنعنوی گشتین ملی برگزار گردید که در این تدبیر ورزشی پهلوانان از ولایت‌های سوغد و ختلان، بدخشان، فدراسیون روسیه، جمهوری ازبکستان شرکت ورزیده برای احیای آیین‌های اجدادی در وزن‌های مطلق با هم رقابت نمودند. در برگزاری چهارمین مذکور بهترین پهلوانان در رشته گشتین ملی با هم قوازمایی نموده باری دیگر این نمود ورزش ملی را احیا نمودند. تاکید شد که در شهر و دهات کلوب میدانچه‌های ورزشی بنیاد گردد ورزشکاران با استفاده از این شرایط به مشق و تمرین مشغول می‌گردند. در ظرف 3 ماه سال روان ورزشکاران شهر و نویای منطقه کلوب در رشته ورزش سبک، قایقرانی و گشتین یونانی صاحب 10 مدال گردیدند. در مسابقه مذکور که پهلوانان از منطقه‌های گوناگون کشور شرکت داشتند با هنر و مهارت خویش این نوع ورزش ملی را به نسل امروزه معرفی نمودند.